سلام به همه. خوش اومدیم به اولین قسمت از پادکست لینگلیش کست. من مانیم و قراره با لیلی با هم انگلیسی رو یاد بگیریم به ساده ترین شکل ممکن. سلام، منم لیلیم. توی این پادکست ما با گفتگوهای کوتاه و واقعی بهت کمک میکنیم انگلیسی رو راحت‌تر یاد بگیری. هر قسمت در مورد یه موقعیت روزمره است و امروز قراره درباره سلام و احوالپرسی صحبت کنیم. دقیقاً، یعنی چطور به انگلیسی سلام کنیم، حال کسی رو بپرسیم و جواب بدیم. هم ساده هم کاربردی. خب بریم سراغ گفتگو. بریم که شروع کنیم. Hi Moni, how are you today? Hey Lily, I'm great thanks. How about you? I'm good too. It's a beautiful day, isn't it? Yes it is. The sun is shining and I feel full of energy. That's great to hear. Are you ready for today's podcast? Of course, let's teach some greetings. Awesome. Let's get started. خب، حالا بریم برای ترجمه این دیالوگا. Hi Moni, how are you today? سلام مانی، امروز حالت چطوره؟ How are you today؟ یعنی امروز حالت چطوره؟ خیلی جمله رایجی برای شروع مکالمه است. اتفاقاً جایگزین آری داره، میتونی بگی how's it going. دقیقاً. Hey Lily, I'm great thanks. How about you? سلام لیلی، عالیم، ممنون. تو چطوری؟ How about you یعنی تو چی یا تو چطوری؟ از این منم به فرجت بدی، میتونی بگی how you doing. منم خوبم. It's a beautiful day, isn't it? امروز روز قشنگیه، نه؟ آخر جمله isn't it یعنی مگه نه؟ برای موافقت گرفتن از طرف مقابل. Yes it is. The sun is shining and I feel full of energy. آره همینطوره. آفتابی و پر از انرژیم. The sun is shining یعنی آفتاب داره میتابه. That's great to hear. Are you ready for today's podcast? عالیه. آماده برای پادکست امروز؟ That's great to hear یعنی خوشحال شدم شنیدم. یه جمله مؤدبانه و مثبته. Of course, let's teach some greetings. معلومه. بیایم چند تا جمله برای سلام کردن یاد بدیم. Awesome. Let's get started. عالیه. بریم شروع کنیم. خب، امروز یاد گرفتیم چطور سلام کنیم و احوال پرسی کنیم. حتما این جمله ها رو چند بار تکرار کن تا بهشون عادت کنی. و اگه خوشت اومد، یادت نره کانال رو سابسکرایب کنی تا قسمت‌های بعدی رو از دست ندی. مرسی که با ما بودی. تا قسمت بعدی.